در موطأ امام مالک آمده است که قاسم ابن محمد میگه که همسر من وفات کرد و برای تعزیه گفتن نزد من محمد ابن کعب قرظی آمد و برای من نقل کرد که یک عالم فقیه زاهد تقوادار و خداترسی از بنی اسرائیل بود و زوجهش وفات میکنه. اونقدر به زوجه خودش دل داده بود، اونقدر وفادار بود، اونقدر دوست می‌داشت که بعد از وفات او دیگر از مردم دور شد، درهایش رو محکم کرد، به کسی شنخیز نداشت، سؤال و جواب نمیکرد. دیگر مردم نمیدونستند که چگونه او را به جمعیت از نو بازگردانند. یک زن از بنی اسرائیل آمد گفت که من به این شیخ سؤال دارم، باید که فتوای خودم را چشم به چشم رو به رو به شیخ دهم. اجازت نشد. روزها اونجا نشست، هر روز می اومد می نشست، تا اینکه اخیرا شیخ اجازت داد برای اینکه نزد او درآید و این زن در آمد و نزد شیخ گفت شیخ، من از همسایه‌ام زیور را قرض گرفتم تا اون را پوشیده به معرکه روم یا که به توی روم یا به اون خرسندی روم، آیا من اون را باید بازگردانم؟ این مرد زاهد گفت بله باید بازگردانم. این زن گفت آخه این نزد من بسیار وقت شده که نزد من ایستاده است، باید بازگردانم؟ گفت که بله باید اگر که نزدت بسیار وقت باید حتما بازگردانم. بعد این زن گفت خدا تو رو رحمت کند، آیا افسوس میخری برای اون چیزی که خدای تعالی برای تو قرض داده بود، برای تو اعاره داده بود و اون را از تو گرفت و خدا سزاوارتر به اون قرض داده خودش است و اعاره که به تو داده است. یعنی مقصد همون زنش را در نظر داشت. بعد فقیه در کرد و شروع کرد به مردم برآمدن و دیگر خود مثل اول شد. یعنی درک کرد که این یک امانتی بود که الله تعالی نزد او گذاشته بود و اون امانت رو الله تعالی باز پس گرفت. خب فایده ای که از این قصه میگیریم یکم این است که دوستای عزیز، هر انسان احتمال خطا کنی دارد، چون که معصوم فقط پیامبران الله تعالی هستند. یعنی هر انسان احتمال است که خطا کند، غلط کند، نادانسته به یک کار رود، یا اینکه بعضی میشود که انسان نافهمیده به کار می رود و یعنی که انسان ها مثل بحر، بعضی انسان ها مثل بحر و مثل دریا در نیکی و در فیض دادن و در دیگرها رو راهنمایی کردن هستند، لیکن با وجود اون از آنها احتمال صدوری خطا وجود دارد. یعنی کارهای نیکی زیاده دارند، پیشروی های زیاده دارند، لیکن گاهی یک خطاگی از آنها صادر میشد، نباید که اونها رو بالای اونها خط بطلان کشید. مثلا یک قاعده فقهی هست میگه که اذا كثر الماء لم يحمل الخبث، اگر آب که بسیار شد دیگر خبث و نجاست به اون تاثیر نخواهد گذاشت. یعنی بعضی انسان ها مثل همین هستند، ثواب و درستی و نیکی و حسنات زیاد دارند و گاهی میشه که خطاگی میکنن، نباید که بالای اونها خط بطلان کشید. اینجا میتونم دو مثال وارد کنم. حاطب بن ابی بلتعه، یکی از اصحاب پیامبر علیه السلام، وقتی که پیامبر نقشه فتح مکه رو داشتن بس از صحابه ها رو نصیحت و وصیت کردند که کسی از شما این سر را به کسی نگوید. حاطب ابن ابی بلتعه این سر را به اهل مکه فرستاد و وقتی که توسط زن به مکه میفرستاد، جبرئیل امین آمد پیامبر را خبر داد که حاطب با زن نامه به مکه میفرستد، اهل مکه میفرستد تا اینکه اونها را از این نقشه حربی و عسکری تو خبردار کنند. وقتی که پیامبر خبردار شدن، حاطب رو فریاد کردن، گفتن چرا این کار کردی؟ گفت که آخه من گفت یک انسان ضعیف هم بیچاره هم در مکه کسی نیست که زن و فرزندای ما را حمایت کند و فکر کردم که با این خبر رساندن به اونها یک همون فشاری که بالای خانواده من میشود سبکتر شود. عمر بن الخطاب گفت پیامبر من گفت من سری مرده که زنم این منافقه، چون که این معناش خیانت به وطن، خیانت به ملت است، خیانت به دین است، خیانت به پیغمبر خدا هست. پیامبر گفتن که لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لكم. یعنی گفت خدای تعالی به اهل بدر اطلاع دارد، چی بسا خدای تعالی به اهل بدر اطلاع دارد و گفته که هر کارو میکنی من شما رو بخشیده است. به سبب ببینه یک خطاگیش گذشته اینه که این مرد رو پیامبر خط بطلان نکشیدن. این یک خطاگی هست، درست یک غلطی هست، لیکن گذشته او رو نباید نادیده گرفت. یا خود عمر بن الخطاب ببینید، روزی که پیامبر علیه السلام وفات کردند، عمر بن الخطاب در مسجد آمد، شورید و فریاد میکرد کسی گوید که محمد مرده است سرش رو میزنم. یعنی از شدتی غم و غصه و اندوهی که عمر رو فرا گرفت، میگفت من سر این انسان رو خواهم زد. کسی که میگه که محمد مرد، محمد پیش خدای خودش رفته است و بعد مثل موسی به میقات رفته و باز میگردد و باز رسالت خودش را دوام خواهد داد.
صدیق اکبر، میدونه کی است صدیق اکبر؟ ابو بکر رضی الله تعالی عنه گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد جز پیامبر نیست، پیش از محمد پیامبران دیگری بودند. اگر محمد وفات کرد یا محمد کشته شد آیا شما باز میگردید به قفا؟ عمر بن خطاب میگه که گویا که من این آیات رو از نو شنیده ایستادم، بار اول شنیده ایستاده باشم. ببینید یعنی که ابوبکر صدیق، ذکاوت صدیق، نه اونجا نبرمد به عمر اثبات کنه که مرده است و در بین اینجا آدم مردگی است، جان ندارد، دلش نمیزند، بلکه با یک آیت توانست همه اصحاب پیامبر را قانع کنه. افإن مات او قتل، یعنی اگر مرد وفات کرد یا اینکه کشته شد، یعنی که پیامبرها هم قابلی مرگ هستند، میمونن، اونها هیچ وقت ابدی نیستن. خب اینجا ببینیم عمر بن الخطاب اینقدر شخصی بزرگ، فتوحات و خدمت و قضاوت و مردی و دلیری و ابرمردی، لیکن یک خطاگی هست. میشه که برای این خطاگی گرفت عمر خط بتون کشید بالاش. حالا که چیزی که عمر رو به این فکر تیره داد این محبتش نسبت پیامبر بود که نمیخواست که پیامبر رو مرده بیند یا وفات شده بیند. یا نقطه دیگر دوست عزیز، فایده ای که از این حدیث گرفته می شود این است که زن، ما میگیم که زن عاطفی هست، زن احساساتی هست، زن این است، لیکن آیا احساساتی بودن و عاطفی بودن زن به عقل او یگان ضرری دارد؟ یعنی آیا عقل او رو کاسته میکند؟ یا برعکس اگر مرد گیریم، اگر مرد مثلا انسانی میگیم که دل مرد مستحکم است، دل مرد سنگ است یا دل مرد فلان است، آیا این چیز معنی اون داره که مرد احساسات ندارد، مرد عاطفه ندارد، مهربانی ندارد؟ یعنی وقتی که الله تعالی زن عاطفش از دیگر قدرت و توانایی زن بالاتر گرفت و عاطفه را به بسیارتر عطا کرد، میخواست که برای زن یک نقش آفرد در انسانهایی که حاکمند، انسانهایی که قضاوت میکنند. زن تربیتگری همین حکام و تربیتگری همین قضات باشد. خلاصه دوستان همین است، یعنی که دو فایده بزرگی که از این قصه میگیریم همین است. یکی این است که انسان نباید با یک خطاگی بالای دیگران خط بتلون کشد. دوم فایده از این حدیث این است که زن با اسلوب زیرکانه خود توانست که این عابد را به خود بیاورد. گاهی می شود که یک زن برابر 1000 مرد است. دیدیم که بنی اسرائیل اینقدر مردانه توانستند اون عابد را به خود بیاورند، اما زن توانست که با یک جمله زیرکانه خود او را به خود آورد. گرچه که زن عاطفی هست، زن مهربان است، جهت عاطفی زن از دیگر جهت‌های توانایی او بالاتر می ایستد، لیکن این معنی اون نداره که زن عقلش کم است. یعنی آیا عاطفی بودن در کجا گفته شده است که مثلا عاطفی بودن معناش این که عقل انسان کم باشه؟ یا در کجا گفته شده است که عطف و عطوفت و مهربانی عقل را الهام میکند، عقل را بیکار میکند؟ الله تعالی برای زن عطف و مهربانی را از دیگر قدرت هایی که زن دارد بسیارتر عطا کرد. گرچه که زن نمیتواند که حاکم باشد، نمیتواند که قاضی باشد، زن نمیتواند که حکمدار باشد، لیکن الله تعالی زن را تربیتگری حاکم و تربیتگری قاضی قرار داد. این است بعضی فایده‌ای که از این قصه گرفتیم. شما رو تا حلقه آینده به الله تعالی میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.